یعنی اگر کدام یک ژورنالیستی به شما سوال بدهد که آیا شما باور دارید که زمین و آسمان و ستاره ها را خداوند آفریده است، شما به این سوال جواب نمیدید؟ به این سوال من جواب نمیدهم، ولی یک چیز را باید گویم که قرآن انسیکلوپدیا نیست که ما از وی معلومات های علمی را جستجو کنیم. قرآن این یک قاعده ها، مجموعه راهنمایی های برای زندگی انسان ها هست، یعنی بله مردم مسلمان، ولی جنبه جهان بینی قرآن کمتر است نسبت به جنبه اخلاقی و کشور عزیزم بیا مسخره نکن اسلام را، بیا این کلام شیطانی را از زبان خودت دور کن. خدای رؤوف و مهربان میفرماید کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. تو را بالاخره شیطانی که مثل خونی که در رگ و ریشه هست در حال حرکت هست تو را وسوسه میکند، و بعد گفتن تو را وسوسه میکند به حرکات سکنات زشت و ناگوار، تو را وسوسه میکند از زبان تو حرفهای کفرآمیز و کفر انگیز بیرون بیاید. بیگویی که کسانی هستی که در ذهنت میچرخاند و از زبانت بالاخره بیرون میارد. فلما کفر قال انی بریء منک، وقتی که بالاخره ایمان را از وجودت خارج کرد، خدا را از دین دور کرد، ارتباط تو را از خدا و رسول خدا دور کرد، بعد از آن میگوید که اینی بریء منک، من از رنگ و روی و بوی تو بر این بنده خدا و از رنگ و روی و بوی تو بر این امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بی‌سابقه. چرا؟ اینی اخاف الله رب العالمین، میترسم که خدای عزوجل به سبب تو بر این بنده ناشکر عذاب از آسمان سرازیر نکند و من در عذاب و مشقت و شکنجه تو بر این انسان ناشکر گرفتار نشوم. تو را به خدا قسم این مردم را از عبادت نزن. با این کلام هیچ شیطان را از خود راضی مکن و خدای رؤوف و مهربان را از خود ناراض نکن. فرزندم هر چی زودتر علاج واقع قبل از وقوع، قبل از اینکه تکتاز دنیا حضرت عزرائیل علیه السلام به سراغ تو برسد و پنجه ملک الموت عازم حلقوم شما بشود و روح شما را از ناخن پاسکان بگیرد،